سلام، من مهسا هستم و تو این ویدیو قراره یاد بگیریم چطور با یه روتین مناسب موهای سالم و درخشان داشته باشیم. شما هم اگر سلامت موهاتون براتون مهم هست حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. امروزه توی تمام دنیا کلی محصولات متفاوت برای پوست و مو عرضه میشه که گاهی بعضی از این محصولات تاثیرات خوبی روی موهای ما میذارن و گاهی نه. یکی از مهمترین مسائلی که ما باید بدونیم داشتن یک روتین مناسب برای پوست و موهامونه. این روتین ها میتونن پرهزینه یا کم هزینه باشن، ولی در هر دو صورت تاثیرات خوبی روی سلامت موهای ما بذارن. از جمله میتونن باعث بشن که موهای یک دست و براق داشته باشیم. خب دیگه خستتون نکنم، بریم سراغ روتین کلی که طی یک هفته باید انجام بدیم و هرچه این روتین ادامه دارتر باشه نتیجه بهتری گرفته میشه. ما روز اول از این روتین رو برای روغن تراپی در نظر میگیریم. روغن تراپی یکی از بهترین و طبیعی ترین روش های مراقبت از موه و اگر درست انجام بشه تاثیراتش رو خیلی زود میتونیم ببینیم. روغن ها پر از اسیدهای چرب، ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها هستن که مستقیما به ساقه و ریشه مو میرسن و مو رو از درون تغذیه میکنن. بهترین روغن هایی که میتونیم استفاده کنیم روغن نارگیل که آبرسان بسیار خوبی هستش برای موها، روغن آرگان که باعث میشه که موهای شما وز نکنه، روغن زیتون که برای موهای خشک خیلی مناسب هست، روغن کرچک برای تقویت ریشه و ساقه مو و همینطور برای رشد موها خیلی خوب هستن که بهتره شما این روغن ها رو کمی گرم کنید و بعد استفاده کنید، یا اینکه میتونید از همون دمایی که داره استفاده کنید و بعد از اینکه به موهاتون زدین از یک کلاه یا حالا هر جوری که میتونید اینو ببندید تا گرم بشه، چون زمانی که این روغن گرم هستش واکنش خیلی بهتری نشون میده. شما میتونید این روغن ها رو به میزان مساوی با هم مخلوط کنید و به موهاتون بزنید. موها رو از ریشه تا انتها با نوک انگشت ماساژ میدیم به طوری که تمام قسمت های مو آغشته به روغن بشه. این کار باعث جذب سریعتر مواد مغذی میشه و بعد از 1 ساعت میتونیم موها رو بشوریم. ترجیحاً سعی کنید موها رو با آب ولرم بشورید و با شامپویی که سولفات نداره. برای روز دوم بهتره که به موها استراحت بدیم، نه موها رو بشوریم نه از چیز خاصی براش استفاده کنیم و همینطور روز سوم و در روز چهارم دوباره موها رو میشوریم. ترجیحاً شامپو بدون سولفات استفاده کنید و بعد از نرم کننده استفاده کنید. بعد از اینکه از حموم اومدید بهتره که از یه سرم سبک همیشه برای موهاتون استفاده کنید بعد از هر شستشویی که با شامپو انجام میدین. برای روز چهارم از یه ماسک خونگی استفاده میکنیم که من در ویدیوهای آینده طرز تهیه چند ماسک خونگی رو براتون به اشتراک میذارم. حدود 1 ساعت اجازه میدین که ماسک روی موهاتون بمونه و بعد با شامپو ترجیحاً بدون سولفات موهاتون رو با آب ولرم میشورید و از نرم کننده استفاده میکنید. برای روز پنجم دوباره به موها استراحت میدیم و در روز ششم از یه اسپری آبرسان استفاده میکنیم که شما میتونید خودتون این اسپری آبرسان رو با ترکیب آب و گلاب و حالا اگر روغن آرگان در دسترستون هست چند قطره بهش اضافه میکنید و به موهاتون اسپری میکنید. برای روز هفتم شستشوی مو بدون شامپو و فقط با نرم کننده هست. توی این روتین چیزی که الان برای ما مطرح هست فاصله بین روغن تراپی و ماسک خانگی هستش که حتما باید 2 تا 3 روز باشه. مسئله مهمه دیگه شستشوی مو با شامپو بیشتر از 2 تا 3 بار در هفته نباید باشه و اگر روغن تراپی یا ماسک خونگی استفاده میکنید 3 بار میتونه مناسب باشه و اگر استفاده نمیکنید بیشتر از 2 بار موهاتون رو نشورید. امیدوارم این ویدیو براتون مناسب بوده باشه. خوشحال میشم نظراتتون رو برام کامنت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.